دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قراره با هم گردشی داشته باشیم در بام سبز خیابان کارگر و مقبره کاشف السلطنه لاهیجان. امروز یک شنبه 19 فروردین ماه و ساعت حدود 8 شبه. مجموعه بام سبز که در شیطانکوه لاهیجان واقع شده شامل بخش‌های تفریحی، شهر بازی، تلکابین و قسمت‌های برای نشستن خانواده است. این منطقه به علت ارتفاعی که نسبت به شهر و استخر لاهیجان داره، دارای منظره زیبا از دریاچه لاهیجان به همراه شهره. به علت سرمای هوا بخش شهر بازی فعال نیست. در این ولاگ این بخش رو حذف کردیم، ولی در ادامه سری به خیابان کارگر، میدان کاشف السلطنه که ورودی بام سبز، فروشگاه‌های که در خیابان کارگر قرار داده و مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران. مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران در شهر لاهیجان واقع شده و مقبره‌اش موزه چای ایرانه. قبلا ولاگ بازدید از این موزه رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو میذارم. قطعا زدن در شب‌های لاهیجان به خصوص در روزهای از سال که هوا مساعده واقعا لذت بخشه. یکی از توریستی ترین و دینی ترین شهرهای استان گیلانه. به زودی ولاگ گردش در شب‌های استخر لاهیجان رو هم در کانال قرار میدیم. جای همه عزیزان خالی. راستی اگه به دیدنی این شهر زیبا علاقه دارید، پلیلیست لاهیجان رو که لینکش رو هم براتون در قسمت توضیحات ویدیو میذارم سری بزنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.